میشینه که شما میشنوید قهرمان نوبتی لایحه استعدادهای جوانро معرفی میکند. مهرشاد سیداکبرов اصلا زاده واحه سرخان بوده با حکم تقدیر مسکون سمرقند گشته است. بعد ختم مکتب میانه رقم 26 ناحیه سمرقند و مکتب اختصاصانیده شده موسیقی شهر سمرقند داخل شده است. با وجود آنکه هنوز در کورس یکم این مؤسسه تحصیل دارد، زیر راهبری استادانش پیانین و اسکریپکا را خوب مینوازد. در برابر این وی گیتار نواخته سرود هم میسراید و علاقه مخلصان خود را دارد. مهرشاد، ما خبردار شدیم که شما هم اسکریپکا مینوازید، هم گیتار مینوازید، هم پیانین مینوازید و هم در برابر این میسراید. خوب بگویید که این قدر مهر به صنعت از کجا پیدا شده است؟ البته از پدرم بود. من از خردی با همراه پدرم میگشتم و پدرم من از خردی با نشستهای اهل سند میبردند و اهل سند به خانه ما میآمدند. این بسیار برای من شوق و ذوق کلان بود. من از آنها دیده یک شوق در دل من پیدا میشد، چون که پدر من یکی از آوازخوان‌های سمرقند هستند. بسیار خوب. شما در این مکتب مخصوصانیده شده صنعت اساساً کدام رویه ها را می‌آموزید؟ من در اینجا اسکریپکا و پیانینو را می‌آموزم. گیتار این برای من یک هابی بود. در اینجا فقط اسکریپکا و پیانینو را می‌آموزم. آوازخوانی رو چی؟ سرود سراییدن رو؟ آوازخوانی را از پدرم و از دیگر دوستای نزدیکم که اینجا را آوازخوان بودن. بیشتر کدام سرودها را شما می‌سرایید؟ سرودهای خارجی یا اینکه ملی؟ بیشتر یکم من سرودای می‌خواندم، این سرودای تاجیکی بود. حاضر کم کم روسی، ازبکی، انگلیسی. شما غیر از در اینجا سبق آموختن وقت‌های خالی با چی مشغول می‌شوید؟ من در وقت خالیم زبان انگلیسی رو می‌آموزم و با هر خیل بزم و خدمت خلق میشم. یعنی که شما رو تکلیف میکنن، شما اونجا میسرایید؟ یعنی گروه‌های تبریکاتی ما هست. نقشه‌های آینده شما؟ نقشه‌های آینده من بعد از که اینجا رو ختم میکنم و دیگر دانشگاه عالی در آمده یک آوازخوانی شناخته شوم که صنعت ازبکستان را به دنیا معرفی کنم. بسیار خوب. الهی به آرزوهای نیکتان برسید. بسیار خوب میشد که در همین جا برای تماشاگران ما یگان سرود زمزمه میکردید. البته. از کوچه های خاطرم میایی، در چهره‌ات یک عالمی زیبایی، دل ساده آزاده جولان زنان میخوانی، افسانه ها از عالمی رویایی، لحظه های شکرینم کانشه تو انگوبینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم، لحظه های شکرینم کانشه تو انگوبینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم. یاد می آرم قصه درینه را، پاس می دارم آن همه گنجینه را، دوست می دارم لذتی گم گشته را، چون روی مادر صحبتی آینه را، با گلچه قندینه با مزه و شیرینه از خاطری رنگینه می آیی، با کلچه قندینه با مزه و شیرینه از خاطری رنگینه می آیی، لحظه های شکرینم کانشه تو انگوبینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم، لحظه های شکرینم کانشه تو انگوبینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم.
меҳршод, ташаккур барои суруди зебо, бисёр суруди дилнишин буд. Монда нашудед ми? Не. бисёр хуб. خب سوال نوبتی ما این است که هر یک سراینده جوان با یک سراینده مشهور هوس میکند یا اینکه سراینده دوست داشته ترین و محبوب خودش میشود. شما بیشتر با کدام حافظ با کدام سراینده هوس میکنید، بیشتر گوش میکنید؟ من از خردیم مولی سرودای حافظان ایران رو گوش میکردم. یعنی اینا موین، محسن یگانه و گروهی تیمبکس بود. در خانه ما بیشتر این سرودا صدا میداد و من از خردیم این سرودای گوش کرده دوست داشته کلام شدم و میخواهم که مثل همونا یک حافظ شوم و سرودای همونا رو بخوانم. مهرشاد، من شما گفتید که ما با بسیار روزهای نقصونی که مردم در بزم و تویهای مردم خدمت میکنیم. خب راستش بگید که در همین بزم‌ها، در همین تویها از فونوگرام هم استفاده میبرید یا فقط به طرز زنده میسرایید؟ نه، من فقط با آواز زنده میخوندم. من میرفتم تبریک خودم و گیتار. فقط آواز زنده میخوندیم. البته با آواز زنده خواندن خوبتر است و دشوارتر است. هم با مهر میخونید. تشکر مهرشاد برای چنین یک صحبت پرمضمون برای سرودهای دلنشین و شما در جاده صنعت پروازهای بلند تمنا میکنیم و بگذارید که در آینده یک حافظ مشهور، یک سراینده شهرتیاری دیاری ما گردید. رحمت شما.